جوانای عزیز، زناتان حقارت نکنید. خود حقارت گناه کبیر است، خصوصا برای همسر که وای مادر فرزندی توست، وای پاسبان خانه توست، وای محافظت کننده ناموس توست، وای مونس شبهای تاری توست. او را حقارت کردن و دشنام دادن، این لعنت خدا را به خودتان آورده دستید. قرآن هیچگاه با ما اجازت نمیدهد که ما همسرامان حقارت کنیم. بعضی جوانا رو میشنوم از شکایت خواهرای اسلامی که مکتوب به ما هر جمعه روا میکنن، شوهر میگه من خواهرت فلان کنم، مادرت فلان کنم. جوانای عزیز، مادری خانم برای تو مادر میشه. ای ناجوان مرد، وای مادری خودت است. پیغمبر خدا گفت لعن الله من سب والدیه، خدا لعنت کند کسی که مادرش حقارت میکند. مگر خوشتامن سزاوار است که او رو فلان کند؟